سلام، خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو 15 تا از بهترین فیلم ها رو داریم. حالا فرق نداره که مثلا از چه کمپانی اومده، از چه کشور تولید شده. فقط میخوایم ببینیم که از نظر مردم و کسی که نظر دادن بین 1 تا 10 چه نمره‌ای میگیره و خب ببینیم حقش هست همچین نمره‌ای، بیشتره کمتره. و خب فیلمایی که دیدم حالا شاید ممکنه ندیده باشم فیلم ها را بین اون 15 تا، و فیلمایی که دیدم بگم که بین اون 15 تا رتبه‌ای که قرار داده پایینه، بالاست یا هر چیز دیگه. بزنم. خب فیلم اول فیلم اونجرز 4 انتقام‌جویان پایان بازی. خب این فیلم من کلا مارول میبینم بیشتر و خب انتقام‌جویان میدیدم البته. و اونجرز 4 فیلم خوبی بود، من دوست داشتم، ولی خب نمره‌ای که چت جی پی تی گفت یکم به نظر من پایین بود. کسایی که نظر داده بودن کلش نمره اونجرز 4 شده 8.4 از 10 نمره و فکر کنم یکم کم باشه برای اینکه شخصیت‌های مهمی از فیلم حذف میشن و شاید بعضیا مثلا این حذف رو دوست نداشتن، برای همین مثلا نمره کم شده. ولی فکر نکنم مثلا یه فیلمی باشه که 8.4 بگیریم و حداقل دیگه مثلا 9 یا 8.9. خب فیلم بعدی برکینگ بده. خب من برکینگ بد رو ندیدم ولی خیلی تعریفش رو شنیدم و نمره‌ای که از چت جی پی تی گرفتم خیلی برام عجیب بود. اون نمره 9.5 از 10 بود. من فکر میکردم مثلا ندیدم و نمیتونم نظر درستی بدم، ولی فکر میکردم مثلا با این همه تعریف و ادیتای این که ازش میدیدیم دیگه حداقل 9 دیگه نهایتا. ولی خب 9.5 نمره برکینگ بده از 10 و خب هنوز من ندیدمش و نمیتونم بگم که اون نمره‌ای که گرفته براش زیاده یا کم. خب فیلم بعدی واکینگ دده. من فکر کنم از 2013 اومد و من تازه الان دارم میبینم و خیلی فیلم خوبیه و نمره‌ای که از چت جی پی تی گرفتم خب خیلی به نظرم کم بود. نمره 8.2 بود. نمره کمی نیست، ولی خب این فیلم که من دارم میبینم نمرش مثل اونجرز 4 کمه و انتظار نمره بالاتری داشتم، ولی خب نظر دیگه شاید مثلا مرگایی که پی در پی اتفاق میفته شاید یکی دوست نداشته باشه، برای همین مثلا نمره منفی بده. و به نظر خودم نمره 8 مثلا 8.8 یا 8.9 دیگه نهایتا، ولی خب 8.2 کم بود و یه نظر مردم. خب فیلم بعدی جوکره. من از دیسی فقط لیگ عدالت و واندر وومن 1 و آکوامان رو دیده بودم، دیگه بیشتر ندیدم. و خب اصلا بتمن و جوکر ندیدم توی دیسی، ولی نمره‌ای که ازش از چت جی پی تی گرفتم 8.2 بود که خب ندیدم و نمیتونم مثلا بگم که زیاده یا کمه. و کلا از دیسی زیاد یعنی مارول رو به دیسی ترجیح میدم و چون ندیدم نمیتونم هیچ نظری بدم. خب فیلم بعدی فیلم بتمنه و خب میدونم مثلا هر سال جدیدترش میاد و خب چون من دیسی نگاه نمی کنم فکر کنم آخرین بتمنی که اومده نمیدونم سال چند اومده و فکر کنم این عددی که چت جی پی تی داد فکر کنم مال آخرین نسخه بتمن بود.
نمره‌ای که داد 7.8 بود و با اینم که من نمی‌بینم فکر کنم نمره کمی باشه برای بتمن. حالا حتما فیلم بدی بوده چون ندیدم، نمیتونم چیزی بگم، ولی میگم مثلا حداقل 8 دیگه، چون ندیدم. شاید هم بالاتر باشه، شاید هم پایین‌تر، ولی خب چون ندیدم نمیتونم نظر قطعی بگم. فیلم بعدی ارباب حلقه‌ها بود که تعریفش رو خیلی شنیده بودم از مثلا ادیتایی که توی اینستا بود و مثلا فیلم هایی که مثلا خیلی جایزه گرفتن و اینا. خب من تا حالا ندیدم و فکر کنم فیلم قدیمی باشه و نمره‌ای که دیدم 8.9 بود و بازم چون ندیدم مثلا نمیدونم چجور فیلمی هست که 8.9 گرفته و خب فکر کنم رتبه دوم رو بگیره اگه اشتباه نکنم تا الان. خب فیلم بعدی لیگ عدالت بود. خب همونطور که گفتم من لیگ عدالت رو دیدم و نمره‌ای که ازش گرفتم فکر کنم یه ذره پایین بود، 8.1 بود و خب پایین بود بر اساس اون چیزی که من دیدم، ولی خب میتونست مثلا 8.5 یا 6 این دیگه نهایتا یه 8.7 باشه و خب بازم نظر مردمه و حتما یه چیزی دیدن توش، ولی خب من چیزی ندیدم و فیلم خوبی بود. خب فیلم بعدی اسکوید گیمه. خب بازی مرکب. این نمره‌ای که من ازش گرفتم، من فصل جدیدش رو ندیدم، هنوز وقت نشده، ولی خب این نمره‌ای که داد نمیدونم آره فصل جدیدشه یا کلا 3 تا فصل رو داره میگه. و نمره‌ای که از چت جی پی تی گرفتم نمره 8 بود از 10 و خب اگر فصل 3 باشه 8 از 10 خب بازم خوبه با این سرعت نمره 8 رو گرفته. ولی خب اگر 3 تا فصل رو کلا رو جمع می‌بنده 8 شده به نظرم یه ذره کمه و خب فیلم خوبی هم بود. حالا 1 و 2 شو من دیدم و 8 براش کمه، شاید مثلا 3 بعد باشه که نمرش رو کم کرده. فیلم بعدی گیم آف ترونزه. خب از اون فیلماییه که خیلی طرفدار داره و فکر کنم خیلی قدیمی باشه و من تا حالا ندیدم. اونم مثل برکینگ بد قراره که بعداً برم ببینم و نمره‌ای که من از چت جی پی تی گرفتم 9.3 بود و خب با این همه تعریف و ادیت و فلان و بیسار باید نمره‌ای بالاتر از 9 داشت و خب الان رتبه 2 گرفته. اول که برکینگ بد بود و الان هم شده گیم آف ترونز و چون ندیدم نمیتونم بگم که این نمره‌ای که گرفته برای زیاد بوده یا کم. خب یه فیلم دیگه از مارول، مرد عنکبوتی راه به خانه نیست، که اگر اون باشه با دکتر استرنج بود توی فیلم بود و اون فیلم هم من خیلی دوست داشتم و نمره که ازش گرفتم از چت جی پی تی گرفتم 8.3 بود و خب فکر کنم یه ذره کم باشه برای اون و خب چون فیلم خوبی بود حداقل مثلا 8.6 یا 8.7. آره ولی 8.3 به نظرم کم بود برای مرد عنکبوتی. خب فیلم بعدی که نمرش دیدم واقعا تعجب کردم هری پاتر بود، چون هری پاتر خیلی مخصوصا توی فضای مجازی خیلی ادیت خیلی ادیت ازش هست و نمره که از چت جی پی تی گرفتم نمره 8.2 بود و با این همه معروفیت و تعریف حداقل انتظار داشتم نمرش بالای 9 باشه و خب به نظرم با اینکه ندیدم به نظرم کم بوده و شاید هم فیلم بدی بوده چون ندیدم
ولی خب با این همه تعریف و این ادیتایی که میبینم فکر نکنم فیلم بعدی باشه که این نمره رو گرفته. ولی خب نظر من. خب فیلم بعدی فیلم ونزدی. خب من یکش رو دیدم، دوشم قرار تابستون بیاد و خب من یکش رو دوست داشتم و نمره که از چت جی پی تی گرفتم خیلی به نظرم کم بود. نمره 8 رو داده بودن برای ونزدی و خب حداقل مثلا دیگه 8/8 یا 8/9 باشه و نمرش خیلی کم بود. حالا نمیدونم برای چی اینقدر نمره کم بود. خودم که دوست داشتم. فیلم بعدی پیکی بلایندرز بود که من خودم دیدم و دوست داشتم. نمره پیکی بلایندر 8/8 بود که خب به نظرم نمره خوبیه، چون مرگای پی در پی که افتاد شاید مثلا نمره رو پایین آورده و فکر نکنم دیگه بیشتر از این نمره می آورد و خب تا الان اولین فیلمیه که نمره منطقی بهش دادن. فیلم بعدی فرار از زندانه و من تا حالا ندیدم ولی تعریفاشو خیلی شنیدم. نمرش 8/3 بود و خب با این همه تعریف انتظار نداشتم که 8/3 باشه، حداقل 8.5 به بالا انتظار داشتم باشه. ولی خب حتما چون ندیدم نمیتونم چیزی بگم، ولی خب حتما داستان بعدی داشتیم مثلا بازیگرش نمیدونم که 8/3 گرفته. ولی به نظرم با این همه تعریف و اینا نمره پایینی گرفته، حداقل بازم ندیدم مثلا 8/7 یا 8. خب آخرین فیلممونم فیلم روانی آمریکایی بود که دوبله فارسی هم نیومده و من زیاد دوست ندارم برم ببینمش و نمره که ازش گرفتم 7/6 بود. حالا نمیدونم برای مثلا درگیری هایی که تو اونجا داشته اینقدر پایین بوده یا مثلا کلا داستان فیلم بد بوده نمیدونم، ولی به نظر من دیگه نهایتا دیگه 7/8 یا 7/9. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. 15 تا فیلم رو بررسی کردیم، نمراتی که مردم بهش داده بودن رو دیدیم و خب نتیجه گرفتیم که چه فیلمی مثلا نمرات حقش بود، چه فیلمی واقعا حقش نبود. بعضی از فیلم ها واقعا حقشون نبود انقدر نمره پایین و بعضی از فیلم ها انقدر نمره بالا براشون زیاد بود و بعضی هاشون هم همون نمره‌ای که باید میگرفتن رو گرفتن. مرسی که این ویدیو رو دیدید. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. خداحافظ.